دانشگاه‌های آمریکا این شکلیه. این کلاساشه. هر دپارتمانی چند تا لانچ روم یا سالن غذاخوری داره. یک کتابخونه کوچیک هم تو هر ساختمون هست. البته که هر دانشگاه یک کتابخونه مرکزی داره که خیلی بزرگ و مجهزه. اینم از دیزاین اولش که فکر کنم خواستم بگن ز گهواره تا گور دانش بده. تخت وایت بوردم کنار هر میز هست که اگه کسی خواست رو تخت تمرین کنه و درس بخونه. واکینگ پد هم گذاشتم برای کسایی که نمیخوان زیاد بشینن. اینطوری هم فعالیت دارن و هم درس میخونن. طبق معمول از افراد کم توان فراموش نکردن و همه جا امکانات براشون گذاشتن. ببینید این مخصوص افراد با ویلچره که ارتفاع صفحه کلیدش قابل تنظیمه. اینم یه اتاق با کلی مدل و میز مخصوص برای دانشجوهایی که میخوان درس آناتومی بخونن. اینجام کلی پازل 1000 تیکه گذاشتن که دانشجو استرسش کم بشه و سرش گرم. اینم اتاقی که پرینتر و اسکنر داره و هر وسیله‌ای که مربوط به کتاب و دفتر باشه. کلی هم فضا گذاشتن واسه هر کسی که میخواد درس بخونه. عکس دانشجوها رو هم بعد فارغ التحصیلی میزنن به دیوار راهروها. خلاصه همه عالم و آدم دست به دست هم دادن اینجا که دانشجو درس بخونه و خانم دکتر یا آقای دکتر بشه.